خب سلام بچه ها، متین امتی هستم. خوش اومدید به ویدیو جدید من تو این ویدیو قراره که مقایسه بین PS4 و ایکس باکس سری S رو بهتون بگم. هیچ کدوم ندارم، فقط دربارش مطالعه کردم اومدم بهتون بگم. خب ممنون میشم که لایک و سابسکرایب فراموش نشه. سابسکرایب کنید و حمایت کنید، زنگوله به قشنگ بزن. خب بریم برای ویدیو. خب بچه ما اینجا ایکس باکس سری S و PS4 داریم. ایکس باکس سری S با 500 گیگ حافظه. از نظر من که الان من ایکس باکس بازی کردم مثل وان S، اما با سری S زیاد فرق نمیکنه. جفتشون هم همون 4K پردازندشون دیگه. ایکس باکس وان S یه تراس، ولی ایکس باکس سری S که جدید اومده 500 گیگ حافظش. حالا PS4 یه تراس 500 گیگ هم داره، ولی PS4 از نظر کیفیت خیلی خوب تره. بازیاش جداست، مثل گادفادر و اسپایدرمن و دیگه ردد. مثلا این سه تا بازی تو ایکس باکس نمیشه ریخت، یا خیلی بازی دیگه. بازیاشون انحصاریه، فرق میکنه بازیاشون. بعدش الان PS4 پرو یه چیزی بین 18 میلیون تا 19 میلیونه. PS4 یه ترا هم که پرو نباشه 16-17 میلیون پولشه اگه بخوای آکمن بخری. ایکس باکس سری S هم که تو همون قیمت هست 14-15 میلیون پولشه. دسته هاشم که همون 2.5 پولشه، 2.5 میلیون پولشه جفتشونم. بعدش از نظر من جفتشون خیلی خوبن. PS4 چون سونیه مارکه خیلی بهتره. از نظر من PS4 از نظر شخصی خودم PS4 بهتره تا ایکس باکس هم خوبه. ایکس باکس هم بازی کردم، ایکس باکس هم خیلی خوبه. از نظر من PS4 بهتره، جفتشون خیلی خوبن. مثلا PS4 بهتره دیگه. حالا من خودم هیچ کدوم ندارم، ولی بازی کردم. مثلا خونی عموم ایکس باکس هستش، عموم میتوش داره، مثلا اونجا میرم خونهشون بازی میکنم. خب حالا فعلا که نخریدم دیگه، خریدم من بهتون اطلاعشو میدم. همین شاید 5-6 ماه دیگه شاید اونم بخرم. خب اینم از مقایسهشون. حالا بیشتر نتونستم بگم چون ویدیو طولانی میشه. مثلا ویدیو طولانی بشه دیگه حال نمیده دیگه. بعدش هم مقایسه بیشتر اگه خواستید، اگه اصلا توضیحات بیشتر خواستید لطفاً بگید تو کامنت ها. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.